سلام به همه، امیدوارم که خوب باشین. یه عذرخواهی میکنم بابت اینکه یه زمانی افتاد بین ویدیوی قبلی و این ویدیو و حالا به خاطر این بود که من خیلی درگیر کارهای فارغ التحصیلی، اصلاحات پایان‌نامه و اینجور موارد بودم و خب حالا کسایی که درگیر پایان‌نامه باشن میدونن گاهی وقتا خود این فارغ التحصیل شدن از دفاع پایان‌نامه بعضی وقتا سخت‌تر میتونه باشه، مراحلش بیشتره. به هر حال حالا توی این ویدیو من تصمیم گرفتم این نکته خیلی مهم رو بهتون یادآوری کنم بچه‌ها، که به خودم خیلی کمک کرد. اینکه اصلا ما چقدر باید بخونیم تا به LCA مسلط بشیم؟ آیا اینکه تعداد زیادی مقاله بخونیم بهمون کمک میکنه؟ خب جوابش اینه که حقیقتا شما هر چقدر بیشتر بخونید ممکنه که بیشتر یاد بگیریم، ولی خب این بستگی به اون زمانه داره. بنابراین بهتره که ما خیلی هوشمندانه تر بخونیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ممکنه که یه عالمه مقاله بخونیم ولی مقاله های خیلی ساده بخونیم، ولی گاهی وقتا هست این سری مقاله ها پربارن، پرمحتوان و اونها خیلی بهمون کمک میکنن که حالا ما بتونیم در واقع بیشتر مسلط بشیم روی مبحثی که داریم می‌خونیم. حالا هر مبحثی که هست، مقاله‌هایی که پربارترن خیلی کامل‌تر همه چیز رو توضیح میدن و این یعنی اینکه اونها اونقدر به دیتاهاشون مطمئنن. خب مقالهشون توی مجله خیلی معتبر چاپ شده و تک به تک دیتاهاشون رو باید منتشر کنن. خب این خیلی به شما کمک می‌کنه که بتونید بیشتر در واقع بهتر یاد بگیرین LCA رو. حالا مثالش رو در ادامه روی کارهای خودم میزنم. بچه‌ها یه نکته‌ای که خیلی خیلی مهمه و می‌خواستم اینجا بهتون بگم، اینه که می‌خواستم یه لیستی در واقع از مقاله‌هایی که من برای LCA استفاده کردم رو اول بهتون نشون بدم. حالا فارغ از اینهایی که استاندارد هستن، توتوریال هستن، منوال اسکریپت هستن، مقاله‌هایی که من استفاده کردم لیستشون رو ببینید. تعدادشون خیلی زیاده. آخرین مقاله‌ای که من شماره زدم، چون حالا من اینا رو شماره می‌زدم که بعداً برای پایان‌نامه یا مقاله خودم بتونم فقط اسم شماره رو بیارم قبل از رفرنس زدن اصلی. شماره 92، ولی آیا من واقعا نشستم 92 تا مقاله خوندم؟ 100% نه. هیچکس وقت همچین کاری رو نداره. شاید که من یه نکته‌ای رو ممکن از مقاله 92 به دست آورده باشم و استفاده کرده باشم، ولی اصل کار چیه؟ اصل کار اینه که شما 5 تا 10 تا 20 تا مقاله مفید، مقاله‌ای که ایمپکت بالایی داشته باشه، مقاله‌ای که حالا نه لزوما هر مقاله ایمپکت بالا داشته باشه خوبه، ولی شما کم کم دستتون میاد چه مقاله خوبه. از کجا دستتون میاد؟ از داده هایی که توی اون صفحه نوشته شده، از داده هایی که توی مقاله نوشته شده، از داده هایی که در واقع از کامل بودن ساپلیمنتاری متریال ها میتونید متوجه بشین. بعضی وقتا هست که یک سری از مقالات ساپلیمنتاری دیتا هاشون کامل تر از خود مقاله است. یعنی چی؟ من چیزی که به من کمک کرد توی الزی خیلی بیام بالا، قشنگ یادم یک مقاله بود که خیلی به من کمک کرد. این مقاله توی یک ژورنالی بود با ایمپکت سی و یک ساپلیمنتاری دیتایی داشت که اگر خود مقاله مثلا فرض کنیم 15 20 صفحه بود، مثلا 10 15 صفحه بود، این ساپلیمنتاری متریالش 20 30 صفحه بود و انقدر کامل تمام روش‌ها، تمام موارد رو توضیح داده بود. تمام جدولاش کامل بود، ورودی‌هاش، خروجی‌هاش، اینکه از کدوم پایگاه داده استفاده کرده، هر داده‌ای که استفاده کرده بود منبعش رو تو اون پایگاه داده ذکر کرده بود. حالا اینا رو جلوتر برید متوجه میشید اصلا چی هستن. این مقاله واقعا به من کمک کرد. دوباره یه مقاله دیگه استفاده کردم که ساپلیمنتاری متریال نداشت، ولی خود مقاله ایمپکتش 15 بود و چیزی که بود خود مقاله انقدر کامل بود. اومده بود با استفاده از نرم افزار اسپن هایسیس فرآیند شیمیایی رو، فرآیند بیوتکنولوژی رو عذر میخوام، شبیه سازی کرده بود و دونه به دونه تجهیزاتی که استفاده کرده بود رو شماره گذاری کرده بود، راجعشون توضیح داده بود، جریان ورودی، جریان خروجی ازش رو گفته بود و دوباره همینطور اومده بود تمام جداول مربوطه رو آورده بود و انقدر این مقالات کاملا که مثل یک کتاب آموزشی میمونن. یه کتابی هست برای LCA اسپرینگر که این حدود 1000 خورده صفحه هست و واقعا فکر نمی‌کنم کسی وقت کنه بشینه این کتاب رو بخونه. نهایتا چند تا سرچ داخلش بزنید، چند تا نکته از توش به دست بیاد. ولی به جرئت میتونم بگم یه همچین مقالاتی از اون کتاب‌ها بیشتر میتونن آموزنده باشن. پس خیلی دنبال این چیزا بگردین. چک کنین مقاله رو. حالا قبل از خوندن کاملش چک کنین که آیا ارزش خوندن داره یا نه. آیا تمام مواردی که توی فرآیند شما باید استفاده بشه، مثلا من توی رشته خودم میگم فرآیندهای ورودی، بالا دستی، پایین دستی، تصفیه پساب، آیا تمام این فرآیندها رو توضیح داده یا نه؟ آیا جدول داده‌هاشو کامل ارائه داده یا نه؟ آیا ساپلیمنتاری دیتا داره؟ اگر توی مقاله توضیحاتش کامل نیست، آیا ساپلیمنتاری دیتا داره؟ اگر ساپلیمنتاری دیتا داره، آیا اون کامله یا فقط در حد اینکه یه فایل ورد گذاشته باشن و یه جدول توش آورده باشن؟ اینها رو چک کنید و ببینید که آیا یه همچین مقالاتی میتونید توی موضوع خودتون پیدا کنید و تمام تمرکزتون رو بذارید روی اینها.
خب در نهایت منظور من فکر می‌کنم بچه‌ها این بود که بیایم بهینه‌تر مطالعه کنیم LCA رو. حالا من توی ویدیو بعدی یک سری جداول، یک سری نمودارها نشون میدم که ببینید یک مقاله که کامل باشه چجوری داده‌هاش رو معرفی کرده و شما توی مقالاتی که می‌خونید اصلا دنبال چی بگردید که اینها رو روی پروژه خودتون هم پیاده کنید. هر مقاله‌ای که لزوما ایمپکت بالایی داره قرار نیست که مقاله خوبی باشه، یعنی به درد نه که منظورم مقاله خوب نیست، منظورم اینه که مقاله‌ای باشه که به درد ما بخوره. ممکنه که زبان نوشتارش، لحن نوشتنش اونقدر پیچیده باشه که اصلا بیشتر گیجمون کنه. ولی خب مثلا ممکنه یه مقاله ایمپکت خیلی متوسطی داشته باشه ولی زبانش اونقدر روان باشه که کاملا واضح باشه برای ما و خیلی کمک کننده. حالا توی ویدیوی بعدی فکر می‌کنم منظورم رو بهتر بتونم بگم. ممنونم که تا اینجا با من بودین. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین.